سلام دوستان عزیز، یک چند وقت بود که ما حل مسئله های المپیاد جمهوری را در کانال نامه گذاشتیم و امروز شروع میکنیم به ادامه دادن حل همین مسئله ها. ما تا تست هفتمی مسئله های المپیاد جمهوری را علکی حل کرده بودیم، حل کرده در کانال گذاشتیم و امروز رسیدیم به تست هشتمش. شرطش رو من در روی اکران میگذارم و حاضر باشد میخونم. در قطعه ABC جریان الکتری سینوسویدالی جاری است. در قطعه AB شدت ثمرناک یعنی شدت افکتیوی به 30 ولت برابر بوده، در قطعه BC باشد به 40 ولت برابر است. شدت ثمرناک رو یعنی شدت افکتیوی رو در قطعه AC یعنی از همین نقطه A تا نقطه C فی A تعریفی B رو یعنی شدت افکتیوی بین نقطه های A و C رو ما باید پیدا کنیم. فی A تعریفی C رو. پس در اینجا باید شما خوانندگان عزیز درباره همین موضوع جریان تغییریابنده چطوری که میبینید در اینجا جریان سینوسویدالی گفته ایستاده است، باید شما درباره جریان تغییریابنده معلومات داشته باشید، یعنی این موضوع را خوانده باشید و چطوری که میبینید در اینجا پیوست پی در پی رزیستر و غلطک میباشد و در اینجا مقاومت عمومی سیستم اگر در اینجا فرض کردیم که غلطک مقاومت و کندنساتور پی در پی پیوست می بودند، در این حالت ایمپیدنس یا اینکه مقاومت عمومی سیستم برابر می شد به ریشه R کوادرات جمع در قوس اومگا L طرح یک تقسیم اومگا C در کوادرات پورا در تحت ریشه که این رو ما از دیاگرام وکتوری حاصل کرده می توانیم. چطوری که میبینید در اینجا کندنساتور ما نداریم، پس همین اعضای مدل ما اعضای فرمولای ما با 0 برابر می شود. پس ما مقاومت عمومی بین نقطه های A و C یا اینکه ایمپیدنس را نوشته می توانیم. ایمپیدنس ما برابر می شود با R کوادرات جمع اومگا L کوادرات. موافقاً همین فرمول ما از این فرمول استفاده بوده مسئله رو حل کرده میتونیم و چطوری که میدونیم در پیوست پی در پی جریان های افکتیوی برابر میشوند، یعنی جریان افکتیوی هم قطعه AB و هم قطعه BC یا اینکه جریان ثمره بخش چطوری که مثلا گفته است جریان ثمره بخش ثمرناک این برابر می شود با شدت بین نقطه های A و B تقسیم مقاومت بین نقطه های A و B. در اینجا مقاومت R داریم و این مقاومت اومگا L را با XL هم اشاره میکنند. مقاومت بین نقطه B و C یا اینکه مقاومت غلطک را با XL هم اشاره میکنند. جریان افکتیوی برابر میشود با OAB تقسیم R یا اینکه با OBC تقسیم XL یا اینکه اومگا L. انا همین طور اکنون چطوری که میدونیم انا همین اومگا L یا اینکه خود XL یا اینکه R با ما معلوم نیستند، R یا اینکه اومگا L با ما معلوم نیستند، اما OAB و OBC با ما معلوم هستند. پس ما میتوانیم که از اینجا R و از اینجا اومگا L رو یافته در اینجا میگذاشته حاصل کنیم. پیش از این برای ifade OIC برای همین ifade OIC نوشتن ممکن است. OIC برابر است با شدت بین نقطه های A و C برابر است با مقاومت بین نقطه های A و C و جریانی که در بین این نقطه ها میگذرد، یعنی او موافق قانون اوم برای قطعه زنجیر او برابر است با E ضربی Z. ای افکتیوی در اینجا Z البته مقاومت عمومی است. ای افکتیوی ضربی
z و در اینجا می توانیم که در جای z انا خود فرمای z را گذاریم. ای افکتیوی ضربی r کوادرات جمع اومگا l کوادرات. اومگا l کوادرات و در اینجا من از اینجا از یکم معادله در اینجا از یکم برابر یعنی ای افکتیو برابر او اب تقسیم r من r رو میابم r برابر می شود با او اب تقسیم ای افکتیوی از اینجا باشد اومگا l رو میابم اوی به 3 تقسیم باز همون ای افکتیو برابر است او به 3 تقسیم اومگا l. اومگا l رو که پیدا کردیم او به 3 تقسیم ای اب ای افکتیوی. پس همین r و اومگا l رو که ما پیدا کردیم میتونیم در این فرم گذاشته حاصل کنیم. یعنی همین r که ما پیدا کردیم میتونیم در اینجا گذاشته حاصل کنیم. پس در اینجا ادامه میدیم برابری در جای r میگذاریم او اب تقسیم افکتیوی در ای افکتیوی در کوادرات. اول داریم ای افکتیوی ضربی ریشه رو میکشویم اوی اب تقسیم ای افکتیوی در کوادرات. اوی اب تقسیم ای افکتیوی در کوادرات جمع باز اوی به 3 در جای اومگا l میگذاریم اوی به 3 تقسیم ای افکتیوی باز در کوادرات. همینطور ای افکتیوی و ای افکتیوی کوادرات دارند. ما از خاص برآورده از ریشه برآورده با این ای افکتیوی اختصار کرده میتونیم که در نتیجه حاصل کردن ممکن است که اوی اب در کوادرات جمع اوی به 3 در کوادرات و بالاخره قیمت های عددی رو گذاشته حاصل کردن ممکن است که این میشود 50 ولت. این بود تست هشتمی مسئله های المپیاد جمهوری و میگذاریم به تست نهم. میگذاریم به حل کردن تست نهم. شرطش رو میخونم. نور آفتاب به سطح زمین کنجی 40 گرادوس را تشکیل میدهد. من نور آفتاب رو با رنگ سفید در اینجا قید کردم، یعنی انا همین نور آفتاب میباشد با سطح زمین، یعنی با همین سطح افقی سطح زمین همین خط اشتریک دار کنجی گاما برابر 40 گرادوس را تشکیل میدهد. آینه هموار را تحت کدام کنج به افق باید گذاشت تا که سمت نور را در درون قبوری که به قم در آورده شده است تغییر دهد. همین با کبود من آینه را تصویر کردم. این باشد این نرمال به آینه می باشد. همین آینه رو نسبت به افق، نسبت به باز همین سطح زمین یعنی افق، نسبت به کدام کنجی، نسبت به افق تحت کدام کنجی فی گذاریم که انا همین نور آفتاب رو با قبوری که در داخل قم گذاشته شده است، یعنی بس راست عموداً به سمت پایان تغییر دهد سمت نور آفتاب رو. باز یک بار دیگر میگویم شرطش رو. نور آفتاب تحت کنج گاما یعنی تحت کنج 40 گرادوس به افق می افتد. آینه رو باید چطور گذاریم که سمت نور آفتاب رو پر عمودی به پایان روانه کند. آینه رو من در اینجا تصویر کردم و کنج ها رو هم قید کردم و چطوری که موافق قانون انعکاس روشنایی میدونیم کنج افتش با کنج انعکاس برابر است و موافقاً، یعنی این کنج های بتا و این کنج و این کنج هر دویشان با همدیگر برابر بوده با بتا برابرند و برای فی
ما نوشته میتونیم. برای فی نوشته میتونیم که بینید که فی یک جای با بتا، یعنی فی یک جای با بتا، هر دوی آنها 90 گرادوس رو تشکیل میدهند. یعنی یکم معادله که نوشته میتونیم در اینجا اول حل مینویسیم. حل فی جمع بتا برابر 90 گرادوس، یعنی فی و بتا یک جای هر دوی آنها 90 گرادوس رو تشکیل میدهند و این چونین باز یک معادله دیگه که در آنجا فی اشتراک میکنند. طوری که میدونیم انا این کنج، یعنی این کنج فی خودی انا همین کنج میباشد، چون که در اینجا سطح افقی، سطح آینه، در اینجا هم سطح آینه و سطح افقی، کنج بین سطح آینه و سطح افقی، یعنی انا همین کنج، انا همین کنج نیز فی میباشد. انا همین کنج نیز فی میباشد. پس برای فی باز یک بار دیگر نوشتن ممکن است. فی برابر است با گاما جمع بتا. گاما جمع بتا، یعنی فی برابر است با گاما جمع بتا. پس از هر دوی این معادله ها ما فی رو پیدا کرده میتوانیم. چطوری که میدونید در اینجا بتا به ما معلوم نیست و مسئله هم پرسیدگی نیست بتا رو، برای همین بتا رو از اینجا گزارش کرده فی رو میابیم. برای همین معادله ها رو من در شکل زایل می نویسم. در اینجا فی جمع بتا برابر 90 گرادوس، یکم معادله رو به تغییر می نویسم، دویم معادله رو بتا رو به این طرف میگذارانم، میشود فی طرح بتا برابر گاما. و در اینجا معادله های یکم رو با دویم جمع کرده، یعنی یکم معادله جمع دویم معادله جمع کرده حاصل میکنیم. فی جمع فی میشود 2 فی، جمع بتا طرح بتا 9 میشود برابر در این طرف 90 گرادوس جمع بتا میشود 90 گرادوس جمع 90 گرادوس جمع گاما، آخر جمع گاما. و از اینجا حاصل کردن ممکن است که فی برابر است با نصف 90 جمع بتا، یعنی فی برابر است با نصف 1 تقسیم 2 پایان می رود 90 گرادوس جمع گاما. گرادوس جمع گاما. قیمت های عددی رو گذاشته حساب میکنه. فی برابر است با 1 تقسیم 2 ضرب 90 گرادوس جمع گاما ما 40 گرادوس 130، 1 تقسیم 2 ضرب 130 گرادوس و این برابر می شود با 65 گرادوس. این بود تست نهم مسئله های المپیاد جمهوری. تست دهم باشد شفاهی است، همین طور جواب میدهیم آن را. سلسله خط های اسپکتری قسمی انفراسرخ سپکتری هیدروژن با کدام اوربیتا موافق است؟ قسم انفراسرخ این سلسله بریکت می باشد و سلسله بریکت اگر آن را ندارید کتاب صنف نوحی رو بینید، در آنجا نوشته شده است سلسله ها 6 تا سلسله است و در آنجا سلسله بریکت در موافق اوربیتای چهارم با اوربیتای چهارم موافق می آید. یعنی جواب این تست دهم این n برابر 4 می شود. این بود تست های 8 9 و 10 مسئله های المپیاد صنف 11 و در نوارهای آینده خدا خواهد به حل کردن مسئله های آنها میپردازیم، یعنی مسئله ها نسبت به تست ها ممکن قین‌تر باشند و در نوارهای آینده خدا خواهد به حل کردن مسئله ها شروع میکنیم.